تا حالا شده فکر کنید کاشکی سرعت ویدیوهای اینستاگرام هم 2 برابر میشد؟ یا شما هم از اون دسته آدم‌هایی هستید که تا یک مقطع تحصیلی وضعیت تحصیلیتون خیلی خوب بود اما یک باره دچار افت شدید؟ یا وقتی دقت میکنید متوجه میشید که توی سالهای اخیر چقدر تمرکزتون برای انجام کارها پایین اومده؟ همه اینا زیر سر یک واسط شیمیایی به نام دوپامینه که مسئول لذت و پاداش توی مغز ما و توی بدن ماست. قبل‌ترها دسترسی به خیلی چیزها راحت نبود. مثلا ما هر وقت میرفتیم بیرون یه مغازه‌ای نبود که آف زده باشه بعد ما بریم خودمون رو خرید درمانی بکنیم. یا حتی دسترسی به شیرینی و شکلات انقدر راحت نبود. اینستاگرامی نبود که برداریم توی اکسپلور بچرخیم. و ما مجبور بودیم برای اینکه یک لذت و پاداشی به دست بیاریم کارهای طولانی‌تر و سخت‌تری انجام بدیم. مثلا توی کنکور قبول بشیم، درس بخونیم، زبان بخونیم، ورزش کنیم، آشپزی کنیم که اونجوری یک دوپامینی توی مغز ما ترشح بشه و ما اون لذت و پاداش رو داشته باشیم. اما الان اینجوری نیست. دسترسی به لذت و پاداش به سطحی ترین حالت خودش رسیده و شما در عرض 5 دقیقه میتونید اون لذتی که میخواید رو به دست بیارید، اون پاداشی که میخواید رو به مغزتون بدید و مغزتون رو آروم بکنید. اما خب به همون میزان ناپایدار هم هست. به خاطر اینکه شما دسترسی دارید به لذت‌های لحظه‌ای و پاداش‌های لحظه‌ای، یک حالت اعتیادگونه‌ای هممون به دوپامین لحظه‌ای پیدا کردیم. و دیگه وقتی که میشه به راحت‌ترین و ساده‌ترین شیوه مغز رو آروم کرد، چرا باید برای کار مهمی تلاش بکنیم؟ در واقع میخوام بهتون بگم که دوپامین‌های لحظه‌ای جای دوپامین‌های طولانی مدت رو گرفتن که میگن مغز کوتاه مدت در مقابل مغز بلند مدت قرار گرفته و ما دیگه نمیتونیم برای کارهای مهم تمرکز بکنیم چون به دوپامین لحظه‌ای اعتیاد پیدا کردیم. این چیزیه که تقریبا به شکل جهانی و مخصوصا بعد از دوره کرونا افزایش داشته و فقط مخصوص ما نیست، به خاطر اینکه اون موقع دسترسی به سوشال مدیا و تمرکز روی سوشال مدیا خیلی هم بیشتر شد. اما الان چیکار بکنیم که به حالت سابق خودمون برگردیم؟ واقعیت اینه که مکانیسم ترک اعتیاده. یعنی بسیار سخته اما شدنیه. فقط باید آگاه باشیم که داره چه اتفاقی میفته و سعی بکنیم دوپامین‌های سالم‌تری رو جایگزین بکنیم. قدم اول اینه که به این شرایط آگاه باشید و بدونید که داره چه اتفاقی میفته. قدم دوم اینه که بیاید دوپامین‌های سالم رو جایگزین دوپامین‌های لحظه‌ای بکنید. نه کاری که الان داریم انجام میدیم. کاری که الان داریم انجام میدیم برعکسشه. یعنی میگیم ما حوصله نداریم درس بخونیم پس میریم اکسپلور اینستاگرام رو باز میکنیم. الان دقیقاً باید برعکسش بشه و حتی اگر لحظاتی هست که حوصله انجام کار مفیدی نداریم هیچ کاری نکنید. یعنی نرسونید اون دوپامین لحظه‌ای رو به مغزتون نرسونید و بعد از مدت زمان خیلی طولانی نه ولی بعد از گذشت یک مدت زمانی متوجه میشید که چقدر شما عملکرد ذهنیتون داره بهتر میشه و چقدر دارید به اون دورانی که فکر میکردید توی اوج خودتون هستید نزدیک میشید.